سوال کرده دیگه، ولی ما باید جواب بدیم. مفتی صاحب آیا لیسیدن و بوسیدن بسیار عفو میخوایم فرج زن یا زن از مردن این در شریعت جواز داره؟ شرم آدم میگه که سوال میکنه آیا بوسیدن و لیسیدن فرج خیلی کار کی است؟ کار حیوانات است. این کار کی است؟ کار همون فاحشه های غربی است، کار همون کفار است. به مسلمان میزیبد به زبانی که میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، به این دهنی که قرآن میخوانه. خیلی فتواها هستن نباید فریب خورد، یه حرام است برادر من. حتی دکتر وهبت الزاهلی کتاب نوشته کرده فقه الاسلامی و ادلته، در 11 مجلد است. خیلی کتابای جلدای زخیم داره، یکی از علمای سرشناس مصر است. در مجلد 4 صفحه 191 مکتبه شامله چاپش است. در او میگه که کسی که کارا میکنه این بدتر از لواطت زن است، این بدتر از لواطت زن است. میگیره جز حیوانات و کفار و فاحشه های غربی کسی دیگه این عمل انجام نمیده. پی در اسلام عزیز ما جای نداره برادر عزیز. مسلمان باید پاک باشه. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. الله پاکان را دوست داره. عملی که پاکی ندارد دیگه نیازی به سوال نیست. همین که پاکی ندارد بفهمی که اسلام قبولش نداره، چون اسلام سراسر از پاکی است.